آیا اگه انصاف نیست واقعا شما با این همه استعداد و توانایی لنگ اجاره خونت باشی؟ کی گفته من لنگ اجاره خونم؟ ما میبینیم رصد میکنیم. شما بالاخره سرمایه‌های معنوی ما هست، برای ما مهمه. ببخشید شما یه دوست که میخواد کمکت کنه. چه کمکی؟ بینایک من خودم سینفیلم، آرنوفسکی بازم، لایک سوان، قوی سیاه. فیلم های تو رو هم دنبال کردم ولی صادقانه از اونها اجاره خونه در نمیاد. کی دیگه الان میره فیلم هنری ببینه؟ من به زبان ترکی. عوضش به خودم کمکت میکنم یه بلاک پاستر بساز. من این فیلم ها بلد نیستم. بلدی بابا، آدم حسابی تو. فقط یکم باید کریتیو باشی. نیستم؟ دست بردار از این فیلم های هنری رئالیستی. یا یه داستان فانتزی مذهبی بساز. فانتزی مذهبی چیه؟ مثل حضرت یونس.